خوش آمدین در اخبار امروز. پاکستان پلان دارد که این مسیر دریای چترال پاکستان که در افغانستان میرزد، از این جمله که در ولایت کنر و ننگرهار آب از این سرازیر می شود، میخواهد منحرف کند و در خاک خود پاکستان استفاده شود و از این سو هم دولت افغانستان میتواند در این تصمیم پاکستان آبهای اکثریت افغانستان را قطع کند در روی خود پاکستان. سازمان ملل یا صندوق جهانی کودکان اعلان کرده است که مامایی یا کسایی که به نوزادان کمک میکند به حد کم است که در 100,000 نوزاد در افغانستان نزدیک به 600 تا 700,000 مادرانی که نوزاد میکنند از دنیا میرند. دونالد ترامپ تصمیم گرفته است که اکثر افراد که دو جنسه هستند باید ارتش آمریکا را ترک کنند و در ارتش آمریکا از این به بعد خدمت نکنند. هند ادعا میکند که پاکستان در چند روز واپسین و اکثریت غیر نظامیان را مورد هدف قرار می دهد که باعث شده هزارها تا غیر نظامی خانه های خود را ترک کنند و در جاهای دیگر انتقال یابند. خاک ما ارزش نسبت به طلا در روی زمین. خاک هوایی که در چین بوده است امروز در بریتانیا آمده است که واقعا تعجب است که این خاک چطوری قیمت است. امروز در فرانسه و در روسیه از روز پیروزی جنگ جهانی دوم استقبال شد یا از او جشن گرفتن که همین که شما میبینید در تصویر در یکی از کوچه ها یا یکی از سرک های مهم پاریس این مراسم در جریان بود و همچنان در مسکو این مراسم که گفته میشود نزدیک به 20 تا 30 هزار نیروی نظامی در مسکو رژه رفتند و از جمله شخصیت های معروف رئیس جمهور چین هم در این مراسم شرکت داشت. بیل گیتس یکی از ثروتمندترین افراد در دنیاست. نزدیک به 100 میلیون پول خود را برای مردمان فقیر کمک. تشکر از توجه شما دوستان.